واقعا از اون سوی نقد تا نزد ما صدها نفر متخصص با دست و دل گرم سرمشق کار هستند. نفری که بار اول به این نقد میآید نمیداند که در اینجا چی کارها جریان دارد. ما حالا قرار داریم در نقد سیمنتاسیونی GCL و صحبت داریم با معاون منیجر عاید به کارهای سیمنتاسیونی در نیروگاه برق آبی راغون حکیم فاضلی زاده و بیاید از ایشان میپرسیم که حالا جریان کارها چگونه است در این نقد. در نقد سیمنتاسیونی GCL که از طرف پودرچی لوتی 4 شرکت زت امی شهر نورک کارهای سیمنتاسیونی مستحکم کننده، پر کننده و سیمنتاسیون پرده آبند رفته ایستاده است که طبق لایحه در همین نقد 1641 عدد شاهد داده شده است که از این شماره 615 عدد حفاری و سیمنتاسیون کرده شده است با عمق تا 100 متر. نظارت صفت و کارهای سیمنتاسیونی از طرف مهندسان گروه سفربر شده نماینده فرمایشگر شبانه روزی به راه مانده شده. کوشش می نمایم که کارهای سیمنتاسیونی را سری وقت و طبق طلبات‌های بین المللی به انجام رسانیم. در اینجا بیشتر کدام نمود متخصصان جلب شدند؟ چلانگر، آهنگر چگونه؟ در اینجا چلانگر، آهنگر و متخصصانی که از حفاری، متخصصان حفاری و سیمنتاسیونی کار و فعالیت میکنند. در این نقد فقط ساکنان محلی، ساکنان وطنی هستند یا که متخصصان از خارج نیز جلب گردیدند؟ در اینجا هم ساکنان محلی و هم ساکنان از خارج کشور کار و فعالیت میکنند. تشکر. به اندیشه شما همچون یک متخصص امروز کارها در دیگر نقدها چگونه جریان دارد؟ شدت آن را میخواستم بفهمم. چگونه شدت دارد؟ در دیگر نقدها هم مثل همین تونلی که همین نقد که شما دیده ایستاده است مثل همین کار و فعالیت کرده ایستادند. در نقدها شام و روز فرقش نیست، شبانه و روزانه همین طور کار رفته ایستاده است. تقریبا چند نفر در نقد کار میکنند؟ در همین نقد تقریبا زیاده از 60 نفر کار میکنند. تشکر. بیاید اهمیت همین نقدها را در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون بفرمایید. چگونه نقش دارند بنیاد همین گونه نقدها؟ نقش همین GCL برای ایجاد کردن پرده ضد پالایش آب، برای همین ما گمانه های تا 100 متر حفاری میکنیم که آب را گذرانیده نمونه. سربند اساسی که اونجا مرکز یادرویی نیز میگن، میخواستم در این باره بگیم کارها در اون موضوع چگونه جریان دارند امروز؟ به طور شبانه روزی کار و فعالیت میکنند. حالا باشد تنها در سمت چپی سربند کارهای سیمنتاسیونی رفته ایستاده است که ما تا ترازی 1140 سمت چپ را با پورگی کارهای سیمنتاسیونی را به انجام رساندیم. در پهلوی ما همچنین محل سیمنتاسیون مستحکم کنی موجود است. در این باره بگیم چگونه موجود است؟ سیمنتاسیون مستحکم کننده با شخوری 10 متر در سنگ رفته ایستاده است که با فشار 15 اتمسفر سیمنتاسیون کرده می شود. در اینجا باشد سیمنتاسیون پرده آبند رفته ایستاده است که در چخوری تا 100 متر با فشار 50 اتمسفر سیمنتاسیون کرده ایستادند. تشکر. شرایط کاری کارمندان نقدها چگونه است در نیروگاه برق آبی راغون؟ شرایط کاری کارمندان به نهایت خوب است از همه جهت. می‌بینیم که جوانان با یک غرور ملی، با یک متانت امروز کار کرده ایستادند. یعنی از این برمی‌آید که تلاش‌ها برای رسیدن به همون استقلالیت انرژتیکی که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دائما در پیام‌هایشان قید می‌کنند سهمگذار خواهند بود. و البته این انشاءات نه تنها نقد بلکه کلاً مجموعاً این انشاءات می‌تواند یک
آینده درخشان تاجیکستان عزیز را تامین نماید. یعنی این کاخ نور میتواند فردای درخشان تاجیکستان عزیز باشد و ما را به قله‌های باز هم بلندتر و درخشانتر برساند. برای یک صحبت بسیار سپاس می‌نماییم. بینندگان عزیز و ارجمند، یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با معاون منیجر عاید به کارهای سیمنتاسیونی در نیروگاه برق آبی راغون حکیم فاضل زاده.